سلام از زایدل، خوش اومدین به چنل دوبله 20. تو این قسمت ویدیو مستر بیست به مدت 7 روز داخل شهر جنگ زده زنده میمونه. بریم که با هم این ویدیو رو با دوبله اختصاصی دوبله 20 تماشا کنیم. ما وسطی ناکجا آبادیم و قرار 7 روز زنده بمونیم و تنها راه نجاتمون هم داره میره. 7 روز قراره به فنا بریم. خدا نگهدار. حواست باشه نری تو برج. چرا خیر؟ چی بگم والا؟ یه زمانی شهر قشنگیاشو به خاطر جنگ از دست داد و مردم مجبور شدن اینجا رو ترک کنن و الان سگ توش پر نمیزنه. دوبله شده توسط اولین قدم اینه که از این پشت بوم بریم پایین. اولین حرکتی که میخوایم بزنیم اینه که برای 7 روز آینده یه سرپناه امن برای خودمون پیدا کنیم. از همین ساختمونی که داخلشیم شروع میکنیم به گشتن. ای بچه‌ها اینجا رو ببینید. احساس میکنم زیر این یه چیزی وجود داره. تنها یه راه داره که متوجه شیم. این کار واقعا ترسناکه. از دیدنش فقط آخر الزمان فیلم زامبی میاد توی ذهنم. اینجا رو بعد از کلی سگدو زدن بالاخره یه جایی رو پیدا کردیم که برای پناهگاه مناسب. اینجا واقعا عالیه. از یه طرف به کل شهر ویو داریم و از طرف یه سقف داریم که در برابر باد و بارون و سیل از ما محافظت میکنه. وقتشه بریم سر پشت بوم و اون جعبه تدارکاتی که هلیکوپتر برامون گذاشته رو باز کنیم. بریم برای لوت. دسته رو فرو میکنیم. لوت نیاز داریم جیمی. این جعبه شامل چیزاییه که برای 7 روز آینده به اونا نیاز داریم. از اونجایی که خیلی گشادیمون میشه بریم پایین، پس میندازمش پایین. چرا جیمی چیکار می‌کنی؟ چی؟ گشادترین حالت ممکن در این وسایلا رو میندازیم پایین. کریس کیسه خوابا داره میاد. چندر جلوشو بگیر نذار سقوط کنه. چندر یه بالترین کاری که تو عمرم کردم. بگیره. ولی جدا از مسخره بازی وقت شده بود بریم سراغ بقا. کی آتیشو روشن میکنه؟ من. جای خوابم بابا. کریس و مارک رفتن سراغ آتیش. اینجا ماهرترین کسی که میتونه آتیش درست کنه منم. حالا بهتون گفتم من خدای آتیشم. بفرمایید. اینم آتیش. من و چندر هم دنبال جای خواب بودیم. 100 سال پیشم تشک بودش یعنی؟ چندر کجا تشک پیدا کردی؟ طبقه دوم اون گوشه. حالا تو بگیر. این فقط مخصوص خودته. باید بپیچیش دور پارچه تا حشرات جرت نده. تشکو مثل ساندویچ میپیچونم. زمانی که چندلر داشت با تشکش برمیرفت ما تصمیم گرفتیم روی تختای چوبی بخوابیم. همین تخته از پهنا داخل امکان نداره الان راحت از من باشی. وای مهرای کمرم رفت تو. ساختمون زیادی برای گشتن وجود دارن، پس فردا روز سختی داریم. صبح میبینمتون. با وجود اینکه روز اول خیلی آروم گذشت، ولی تو اون شبی که خواب بودیم یه اتفاق خیلی ترسناک افتاد. توی همون شب مارک و چند تا از فیلمبردارمون با صدای شکستن شیشه نزدیک کمپ از خواب بیدار شدن و باعث شد به این فکر کنیم که آیا ما اینجا تنها هستیم یا نه. اون چی بود دیگه؟ صدای شکستن شیشه بودش. فکر کنم یه چیزی دیدم. مشکل بعدیمون باد بود که سمت کمپ میومد و واقعا خوابیدن رو سخت‌تر میکرد. هی دیشب چطور خوابیدی؟ بعد از قضیه دیشب پا شدیم که یه صبحونه مقوی بزنیم بر بدن و بریم سراغ کار. اولین بارم صبحونه دارم لوبیا میخورم و انقدر گوشتمه برام مهم نیست. زمان قایق قرار اینقدر اینا رو بخوریم که بگوزیم. داشت از یادم میرفت. مرسی که یادآوری کردی. بعد از اینکه معده‌مون رو پر باد کردیم وقت شده بود که درونمون رو برداریم و این اطراف یه دوری بزنیم. خیلی از جاها رو هنوز نگشته بودیم، از جمله این هتل. واقعا این شهر به معنای واقعی خیلی بزرگه. همینطور که داشتیم پیش میرفتیم خوردیم به یه مهمون ناخوندش. جیمی گربه رو الان درونمون نزدیکش فرود میارم. خدای من چقدر بوبوری و نازه. نباشه خدای من اینجا بریم. واقعا بیخیاله. من به این گربه پول ندادم که فیلم بازی کنه. درسته که گربه با مزه و خوشگلیه، ولی خب ما باید برای زنده موندن تلاش کنیم. کم کم راه افتادیم که بتونیم یه جایی رو پیدا کنیم و بقیه چالش توش انجام بدیم. برگام اینجا رو باش. واقعا جای قشنگیه. این یکی از قشنگ‌ترین چیزایی که دیدم. میدونی هم زشته هم زیباست. بهش میگن زیبایی آخر الزمانی. آره درست. یه دونه استخر اونجاست. رو ببین جیمی. اینجا خارق‌العاده این استخر توی گذشته این بوده و تا بالاش آب بوده. ولی الان متروک است. الان دیگه شکل خوبی نداره. اینجا زمین فوتباله. اینجا زمین بسکتبال جیمی. اون توپ فوتباله. اوه جا خالی دادم. این توپ سنش از منم بیشتره. کاملا مشخصه که از هممون پیرتره. هم سن مارکه. نه ما الان دو راه بیشتر نداریم. یا این تونل رو ادامه میدیم و منطقه رو ارزیابی میکنیم یا اینکه با ساعت باقی موندهمون یه کاری میکنیم که شب از سرما یخ نزنیم. به نظرم یخ نزنیم. این خیلی منطقی تره. موافقم.
بعد از اینکه کل روز دنبال کمپ جدید بودیم واقعا درک کردیم که چقدر این شهر بزرگه. بالاخره یه جایی رو پیدا کردیم که تقریبا میشد گفت توش کاری کرد. خب امشب قرار نیست یخ بزنیم و تو این اتاق کمپ بزنیم. دقیقاً همینجا آتیش درست میکنیم، اونجا هم یه پرده میکشیم، شب راحتی قرار داشته باشیم. اوکی هم دیگه. خب یه لحظه بیاید اینجا. یه جای کار واقعا سخت میشه، اینکه تمام وسایلمون اونجاست. امیدوارم اینجا بودن واقعا به درد بخوره. وقتی که داشت هوا غروب میشد ما برگشتیم به کمپ قبلی و وسایل رو اونجا رو جمع کردیم و با خودمون آوردیم که انتقال بدیم به کمپ جدید. کمپ جدید. ما باید تا قبل از مستقر کردن وسایل جاش آماده کنیم. واقعا شبیه آشغالدونیه به هر حال. بعد از پیدا کردن چند تا دیوار مقاوم‌تر تا چند ساعت بعدش داشتیم وسایلامون رو می‌بردیم. تا قبل از غروب خورشید تونستیم وسایلامون رو جاگیر کنیم. بعد چون هوا خیلی تاریک شده بود بخش زیادی از وسایلمون رو نتونستیم بیاریم. البته به جز کیسه چند تا کنسرو چیلی و یه تشک قدیمی تنها چیزایی بود که ما اینجا داشتیم. نظرتون راجع به اینجا چیه؟ دوستش دارم، بادی نمیاد. اینجا خیلی گرم‌تره. ها؟ الان روز سوم از هفتم چالشمونه و وقتی از خواب بیدار شدیم به ولگردیمون ادامه میدیم. مراقب باشید. اینجا خیلی بده. وضعیت پله‌ها کلا خرابه، فقط 3 تاشون درسته. عجب ساحلیه. چرا اینجا بوی ساحل میده؟ چون واقعا ساحل دیگه اسکو. یکم بعد یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. شما هم اونو میبینید؟ چی؟ اون آدم جیمی؟ یه اسکولی داره اونجا میدوه. جیمی صدای شکستن شیشه شب اول یادت میاد احتمالش از کار همین آدم باشه. اینجا بود که فهمیدیم ما تنها نیستیم. بعد از این قضیه کاری کردیم که یه فرد عاقل میکنه. درونمون رو برداشتیم و رفتیم بالا سر یارو و تحت نظرش گرفتیم که یه وقت خطایی نکنه. جیمی اینجا خطرناک شد، من میخوام برم. بریم جزیره رو بگیریم. حداقل یکم به حرفم اهمیت میدادیم. چرا این قالبش این هتل به این بزرگیه؟ علامت و خشونت خالقی چند دقیقه قبل این هتل بهترین مقصد برای مسافرت بوده و از زمان جنگ به این ور کلا تبدیل به یه خرابه شده و الان دیگه قابل سکونت نیست. بیایید بریم داخل. خودمون رو وارد چه داستانی کردیم واقعا. همیشه برای فیلمبردار صبر نمی‌کنیم و مثل گاف میریم داخل. مشخصه. به هر حال هوا داره خیلی تاریک میشه. یه لحظه وایسید. آب نبات. شکلات. باید بریم این تو ولی من اول میرم. امکان داره فیستیولز باشه؟ لعنتی اینجا کجاست؟ خیلی داره ترسناک میشه. مارک اول تو برو. نه بچه راه خب. ببینید چقدر این راه رو ترسناکه. اگه بیافتید اینجا رسما سقط میشید. احتمال اینکه یکی بیاد اینجا ما رو بکشه صفر نیستش بچه‌ها. مارک بهت افتخار میکنم. اگه کسی بهمون حمله کرد چیکار کنیم؟ فرار کنیم. موافقم. هر کس کنتر باشه بگا میره. بسو ببینم یه نوری دیدم جیمی. اون یاروه. سلام کسی هست اینجا؟ الو. بقیه روز دنبال یه جای مناسب میگشتیم. ولی وقتی هوا تاریک شد فقط امیدوار بودیم که اون یارو دنبال ما نباشه. حالا شب شد و بدبختی‌ها شروع شد. نورافکن رو بده. چشم. نورافکن اینجاست. مرسی. ببخشید. نورافکن. اون ساختمونا رو نمیتونید اونجا ببینید ولی الان میبینید. بهترین نورافکن دنیا. حتی ماهیام تعجب کرد. آره الان میگن خورشید روش پشتش به ما سر افتاد. من به جیمی گفتم از ماهواره نخر. خوبیش اینه که با قوی ترین چراغ قوه دنیا کار کردیم و بعدش اینه که باید کل این راه رو پیاده تو این تاریکی برگردیم. نه زمان بندیه بعد به این میگن. اینجا توی شب خیلی ترسناکه. خیلی انگار آخر زمان و تنها آدمای زنده ما این دنیا. آره اینکه تو این تاریکی کسی ما رو نکشه زودتر برگشتیم به کمپ. بالاخره برگشتیم. آره بهتره که آتیشو هرچی سریعتر درست کنم. بفرمایید رو بیا. با آخرین وسایلی که داشتیم در حال خوشگذرونی هستیم. اگه فردا بریم یکم صندلی و چیز میز پیدا کنیم عالی میشه. وقتی صبح روز چهارم از خواب بیدار شدیم فهمیدیم که خیلی ذخایرمون کمه. باید بهتون بگم که هیچ آبی برامون نمونده. فکر کنم یکم دیگه داشتیم. روی پشت بوم اون یکی ساختمون یه ذره برامون مونده. خیلی تنبلیم میشه پاشم برم اونجا برای آب. دست به دماغ. دست به دماغ دیگه چیه؟ مشخص شد تو باید بری. تو هم باید بهش کمک کنی چون تنهایی نمیتونه انجامش بده. مارک و چندلر رفتن به نقطه شروع چالش تا آبو برامون بیارن. یه مأموریت فرعی داریم که با چندلر باید بریم آب بیاریم. مأموریت اصلی. حالا که اونا رفتن دنبال آب ما باید یه کاری کنیم. باید میگفتیم من. ما با هم انجامش میدیم. نه. میریم که میز و صندلی پیدا کنیم. زیاد دور نشدیم که حواس پرتی کریس شروع شد. چطوری نفهمیدیم همچین چیزی اینجاست؟ جیمی اینجا رو بله. ببین. باورم نمیشه که فیلیه. از کجا پیداش کردی؟ از اونجا. شبیه دل از صفاست خیلی میمونه. حال میده.
آره باشه پس من میرم دنبال میز. خوش بگذره. جدیدن آبو از تو این چطوری در میاریم ما؟ خیلی سنگینه، کمک کن تو کریس. گذشته قبلا اینجا یه خونه بوده و تو حالت معمولی تو شیا پیدا میز و صندلی. آفرین دقیقاً. یه لحظه واسه تکون نخور، همینجا بمون. اوکی داری چی کار میکنی جیمی؟ تو واقعا باهوشی جیمی. این یه صندلیه. چندر کمک کن باشه یکم. حضور شلوغش نکن مالا تو هم. این کیسه آب 45 کیلو وزنشه و مایک به عنوان یوتیوبر خلاق سعی میکنه که اونو بفرسته پایین، ولی تنابمون پاره شده. با یه تناب خیلی قوی تری نیاز همونطور که دیدیم داریم. مایک واقعا نصف آبا رو هدر داد. یه خبر خیلی بدی داریم براتون. زودتر بیایم پایین. تنابی که به کیسه آب بست بود پاره شد و همه آبا ریخت این زمین. بدترین اتفاقی بود که میتونست بیفته. یاری شوخی میکنی؟ آبمونه جیمی. مایک معذرت میخوام، نگران نباش، اینجا یه کیسه آب دیگه هم هست. لطفا اون یکی رو از پله بیاری. چشم. الان که نصف آبامون به فنا رفته، تنها راه نجات از این چالش اینه که 2 نفر از بچه ها رو بفرستیم خونه‌شون. کریس و چندلر داوطلب شدن که برگردن به شهر. من و مایکم با کلی وسایل موندیم که این 7 روز رو پشت سر بذاریم. راستش خیلی خوشحالم که تو پیش جیمی میمونی، چون به غیر تو هر کی بود نگران جیمی میشدم. نکنی. این وسط بگم که لایک و ساب و حمایت فراموش نشه. در آینده برنامه‌های خفنی با هم داریم. راستش برای اینکه به کشتی علامت بدیم یکی از فلرامون رو روشن کرد. آله این خیلی خفنه. فلر خیلی قشنگیه، باش میشه کل شهر رو روشن کرد. روشنم شده. اما قسمت غمگینش این بود که کریس و چندلر رفته بودن و فقط من و مایک توی شهر مونده بودیم. احساس تنهایی میکنم. اولین روزمون بدون بچه‌ها شروع شد و قرار حسابی سخت بگذره. هدف اولمون اینه که حسابی به اینجا برسیم. اول از همه اتاقو می‌خوایم ضد باد کنیم و بعدش میز و صندلی‌ها رو بچینیم و اینجا رو به یه اتاق خیلی واقعی تبدیل کنیم. اگه تمام پلنایی که جیمی گفت عملی بشه من تا ابد اینجا میمونم. کیک خوری میکنه. برای پیدا کردن میز و صندلی رفتیم که چند تا از ساختمونای مجاور رو بگردیم و چیزای عتیقه پیدا کردیم. این میز کوچیک، این فرش بزرگ و یه تیکه آهن که فیلم بردارمون پیدا کرد. اوه صندلیو نگاه کنیم بچو، صندلیو از من گرفت. تلویزیونمونم که جور شد. امشب همه چی به راهه. بریم تو کارش. اینجا رو ببینیم بچه ها، واقعا جای خوشگلیه. یعنی تو این شهر تک تک خونه ها با هم دیگه فرق اینا رو می‌کنه. میخوایم چیکار کنیم؟ این دقیقا دودکشمونه. با اینا دقیقا به این شکل یه دونه شومینه در حال درست کنیم. این کاغذ دیواری برای مال کدوم رضا شاهه؟ شاه بوده. به چه دردی میخوره؟ خب بیس نمیسازیم، یه کاخ میسازیم. انگار سال 57 رفتیم کاخ نیاوران رو غارت کردیم. باحال درو باز بود. کن عزیزم. هیچی بیس آدم ما همه نمیشه. این چیزا رو پیدا کردیم. حالا وقت چیدنشون. ما اینجا زندگی نمی کنیم جیمی، پادشاهی میکنیم. آره جونم. ممنون. ما 4 ساعت مثل خر کار کردیم و همین باعث شد که خیلی تشنمون بشه. آب این کیسه هم که مزه عرق سگی میده، برای همینم ریختیمش توی بطری. قراره بگیم به سلامتی و بریم بالا. نه جیمی واقعا این آبا رو بدون این بطری نمیشه خورد، خیلی بدمزه است. اینجا خودش تنظیم درجه الکل داره. اگه میخواید ودکا بخورید میبریدش بالا و اگه میخواید آبجو بخورید میاریدش پایین. سلامتی ننم که شیر داد و مستر بیست تحویل گرفت. به سلامتی مشتی. امیدوارم تا فردا کور نشی. نه جیمی این جدا خیلی آبا رو خوشمزه میکنه. اگه این بطری رو نداشتیم الان چی کم داشتیم؟ مزه؟ دقیقاً. از اونجایی که حسابی انرژی گرفتیم تونستیم کارهای دکور رو تموم کنیم. کارمون با اینجا تموم بشه اینجا میشه بهترین اتاقی که توی شهر واقعا میشه دید. اینم از کمد جدیدمون. ببین چقدر خاک روشه. اینجا رو باش. همسن مامان بزرگم. خیلی خوب، اینجا لوبیاهامونو میچینیم و بعداً میشه خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کرد. امیدوارم شهر رو شیمیایی نکنیم. ردیف پایین ردیف باد معده است، ردیف وسط گوزه و اینجام که ردیف مزه است. اینم از اصل کاری یا دکور عرق سگیمون. خیلی خوب این عالی شد. ماشاءالله بزنم به تخته. خب در جدیدمونم آماده شد. رفتیم که یه مشما بندازیم و کامل جلوی بادو بگیریم. اینجوری گرمای زیادی توی اتاق میمونه و از دستشون نمیاد. اکسیژن میاد تو اتاق گرم میشه، دی اکسید کربن هم از اینجا میره بیرون. با این امکانات بهتر از این نمیشه. تا درستش کردیم یخ زدن. خیلی خوب، بازم باید نشون بدم خدای آتیش کیه. آتیش چه گرمای خوبی داره. چی فکر کردی جیمی؟ الکی خلاق ترین یوتیوبر نیستم من. اینم از آخرین وضعیت اتاق. اینجا یه دونه درخت کوچیک داریم. اینجا رو میبینی که تختمون کوچیک‌تر شده و یه دونه تلویزیون داریم که در حال پخش. چراغ داریم برای روشنایی و خب این خوبه. یه دونه بخاری داریم برای گرمتر شدن، میز و صندلی که بچه‌ها نشستن، قفسه غذاها. یه دونه حوله کثیف هم این بالا هست که زیاد ازش استفاده می‌کنیم. به این میگن بقا. ولی تا اومدم بگم 5مین روز فوق‌العاده‌مون صدای شکستن شیشه اومد.
جیمی صدای تو بود؟ این چی بود دیگه؟ یعنی تو اومدیم بگیم یه روز خوبی داشتیم؟ میرم طبقه بالا رو چک کنم. اینم چاقوی زنجانه، فقط برای ترسوندنه. هی کسی اونجا نیست؟ بیا بیرون، فقط میخوایم با هم دوست بشیم. واقعا شوخیت گرفته؟ اینجا بیشتر جن میبینم تا انسان. هر کس سلام. برگام اینا دیگه شوخی چیه؟ کردم جیمی. خب بچه‌ها دارید دلغک بازی مارکو تماشا میکنید. ولی تو قسم خورده بودی که همچین کارایی انجام نمیدید. معلوم شد که مارک با کنترل از راه دور کلاً با ما شوخی میکرد. کنترل از راه دور دارم و هیچ کی شک نمیکنه. به وقتی که رفتیم توی کیسه خب شیشه ها رو میندازن پایین و همه میترسن از من. خدایا فکر میکردم میتونم بهت اعتماد کنم. حالا که شوخی مارک تموم شد دستگاهش رو آوردیم پایین تا باهاش ساق طلایی بخوریم. بگیرش. یکی دیگه بنداز. منم یکی دارم، خیلی باحاله. و دیشب یکی از بهترین شبای عمرمون بود. خیلی خوش گذشت. فقط یه روز دیگه داریم. صبح بخیر. صبح بخیر شهر ارواح. این بیرون خیلی سرده، نظرت چیه؟ برگردیم تو. الان صبح روز ششمه و کارایی که انجام دادیم واقعا خارق العاده بوده. تونستیم 10 درجه اتاقمون رو گرمتر کنیم. آره و این عالی شدش. مارک وقتش آخرین روزمون رو یکم خوش بگذرونیم. آره جیمی اونجا رو نگاه کن. من میدونم چی کارش کنیم. حالا شد یه قایق واقعی. با مارک واقعا بهمون خوش گذشت. بیسبال بازی کردیم، فوتبال بازی کردیم و یه غروب عاشقانه رو کنار دریا با هم گذروندیم و حتی به دورترین نقطه شهر رفتم. مارک چیه؟ خیلی عاشقتم. منم همینطور جیمی. تمام این کارای احمقانه بهمون کمک میکرد تا از یادمون بره چقدر این شهر خالی از سکن است. آله خدایا شکرت. زمانی که روز پایانی چالش فرا رسید یکم بیسمون رو تمیز کردیم و بعدش یه دونه فلر شلیک کردیم. این جایی بی جایی مخله خیلی خوش گذشت. بده شیش. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.